میدانید هر نفری که به این عالم می آید دارای یک اندازه و یک چینکی وقت است. این تنها چیزی هست که صاحب می شود. یک نفری بی سربان که در زیر پل بالای نیمکتی باغ می خوابد و هیچ مالکیت مادی ندارد. یگان چیز آن نفر نیز عیناً صاحب همان اندازه وقت می شود که سرمحصول ترین صاحبکاران جهان دارند. همه ما عیناً یک اندازه وقت را صاحب می شویم. فرق تنها در این است که ما با این وقت چی کار میکنیم. میدانید من چی را میشنوم؟ من تیک تیک عقربک ساعت را میشنوم. چیزی که من میشنوم همین است و وقت منتظری هیچ فردی نمی شود. حیات از بری ما میگذرد و این وقت از پهلوی ما خیلی زود میگذرد. آن ثانیه ها را از دست ندهید. آنها را بیهوده پسی سر نکنید. آنها را زندگی کنید. با هر چیزی که دارید با تیک تیک ساعت مبارزه برید. آن وقت مثل آخر روز وزنین سری خود را می توانید با آسانی و قناعتمندی بالای بالین گذارید. من به غضب می آیم وقتی آدمان می گویند که برای رفتن به ورزشگاه و برای 45 دقیقه تمرین کردن وقت ندارند. به غضب می آیم وقتی می گویند که برای خودسازی وقت ندارند. چه خودسازی معنوی باشد چه جسمانی. تصور کنید هر روز 1 ساعت درباره تاریخ چیز مطالعه می کنید. اکنون تصور کنید که طولی 365 ساعت چقدر می توانید آموزید. برای همین من به غضب می آیم. ما در یک شبانه روز 24 ساعت داریم. 6 ساعت می خوابیم، باقی مانده 18 ساعتی دیگر است. با مشکلی آنچنانی که برخورد می کنید همان طور گرفتارش می شوید. هر روز گرفتارش می شوید. هر روز خدا طول حیات خیش. اگر فربه هستید و می خواهید کمی لاغر شوید، در واقعیت پذیرفتن این که عینی حال چگونه آدمی انگیزه نفته است. من فربه هم، من خود را دوست نمی دارم. پذیرفتن این واقعیت که اگر 3-4 کیلوگرمی وزن خود را پرتایید نائل به دست آوردی بزرگ می شود. مهم است. باید در دنیای خود زندگانی کنید. نمی توانید خود را قضاوت کنید. برای همین شبکه‌های اجتماعی خیلی وقتگیر هستند. خود را نمی توانید بعد آن چیزی که ما او را مسابقه نامیدیم و در تخیل خود بافتیم قضاوت کنید. قضاوت در رابطه با آن چیزهای بافته ما به مانند آن که آدمان چی ظاهر دارند، آدمان چگونه رفتار میکنند، چقدر دانا و عاقلند. این رقابتی است که شما تنها و با خود میکنید. یگانه نفری که باید از او بهتر گردید آن است که دیروز بودید. میخواهید خودسازی کنید، میخواهید بهتر گردید، میخواهید با ورزش مشغول شوید یا برای سلامتی و لاغر گشتن پرهیز کنید یا تجارتی خود را آغاز کنید. میخواهید کتاب نویسید یا فیلم بنوار گیرید یا خانه بسازید یا کامپیوتر و یا برنامه کامپیوتری نویسید. کجا باید آغاز کنید؟ خودی همینجا. کی باید آغاز کنید؟ خودی حاضر. برای همین فکر را در بارش بس کنید. آرزویش را بس کنید. عمل کنید. قدم نخستین را گذارید تا آن عملی گردد.